کشونه حسن آرایشگاه‌ها در تاجیکستان تا امروز اساساً به زنان مربوط می‌شدند و این عقیده معمول بود که زیب و آرایش تنها مال زنها است. ولی حالا در کشور ده‌ها آرایشگاه وجود دارد که در آن در برابر زنها مردها را نیز آرا می‌دهند. مسئولین کشونه حسن گل شهر میگویند ذوق برخی از مردان تاجیک هم تغییر خورده است و اکنون آنها به ظاهر خود زیاد توجه می‌کنند و زیبایی پرست شدند. بسیار چی میکنن خودشون آرایش میکنن و با موی سرشون نگاه میکنن. همه موی سر یا که بلند بالای ایگور یا که вообще براشون پس میکنن و بالای بلند میمونن. میزوجان آرایشگری ناخن‌ها هم فقط زنان نیستند. مشتریان لیلا کارمندان اداری بانک و نهادهای دولتی و جوانان زمانوی‌اند. قبلا بود که فقط اونها مراجعت میکردن یا ناخن ترکیب گوشت در اومدگی است و اگر نقص در دستشان است اونها چی میکردن با ما مراجعت میکردن. حاضر شماره مثل بچه‌ای که مانیکور پدیکور میکنن زیاد شده ایستاده است. توجه زیادی مردها به ظاهر و صورت خود در جامعه سنتی تاجیکستان معمولا خوش قبول نمی شود، اما آنهایی که با نمود ظاهری، شیوه لباسپوشی یا آرایش موی خود از دیگر مردم فرق میکنند میگویند این اندیشه ها دیگر کهنه شده است و زیبا و خوش سلیقه بودن ناوابسته از جنسیت برای همه مهم است. مردان و زنان همه باید تازه و آزاده و دلکش باشند. این تنها به خاطر جلب توجه آدمان نیست. برخی هم بر این باورند که صورت و شکل ظاهری انسان، مثلا خوش لباس و خوش صورت و خوش صحبت بودن، در بسیار موارد به پیشرفت کار و موفقیت تاثیرگذار است و این گروه مردان در دریافت جای کار شانس بیشتر دارند. عمر جوانی که حالا در مسکو کار و زندگی دارد این را در تجربه خود مشاهده کرده است. ضرورتر وقتی که به اون کار شما گرفتنی میشه یا اون جو میرید اون جای جمعیتی میشینه میخزید با سر لباس بسیار اهمیت جدی میده. در اسلام هم تازگی آدم خودش به اگر اهمیت نگاه کنه بسیار خوب است. متخصصان پوست و آرایش روی میگویند به خاطر روی پوش کردن این نشانه های پیری از جمله آژنگ و داغ‌های روی بعضن مردان هم با آنها مراجعت میکنند، اما بیشتر از همه حالا میان مردان میان سال که در ساختارهای اداری کار میکنند رنگ کردن مویهای سفید شده مشاهده میشود. سن و سال باید که اهمیتی کلان داشته باشد. بعض وقت میبینم که مردای کمتر کلان سالتر خودشون از حد جوان میگیرن، این اونقدر گوارا نیست و حتی خنده‌آور است بعضی وقت به نظر من. خیر لب رو رنگ میکنند و موها رو رنگ میکنند و این به نظر ما زنها تیز میرسند، منو تیز میفهمیم و این میبخش کمتر خنده‌آور. پژوهش‌ها معین کردند که در نخستین صحبت و ملاقات 75% توجه انسان به نمود ظاهری هم صحبتش روانه می شود. علم روانشناسی هم تصدیق می کند که تأثیرات نخستین از انسان از نمود ظاهری او برگرفته می شود و این تأثیرات بعداً می تواند در پیشرفت کس نقش مهم بازد، اما البته گفته می شود اگر این همه در دایره معیار باشد.